سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با یک ویدیوی جدید، ویدیویی از گیم مورتال کمپانی که البته تازه عرضه نشده که بخوایم بگیم تازه عرضه شده بریم به گیم پلی و خیلی وقت هستش توی مارکت و بازار و گوگل پلی و اینا. من این گیم قبل از اینکه نتا ملی بشه دانش کردم و الان اومدیم که پلیش بگیم. فقط من قبلش برم توی تنظیمات و مستر علوم یکی که بیارمش پایین که شما بتونین بهتر صدای منو بشنوید. خب اینجا میریم توی کامپیوتر. من همیشه اول از The Company Building استارت میزنم، چون که اگه مثلا داخل یه جهان دیگه باشیم یه دونه پرو هم میخرم، چون که تنها پروتوچ و داستان بازی رو توی ادیت اول ویدیو براتون میگم. پس دیگه الان نمیخواد دهن خودم خسته بکنم یا بگم. نه دهنم سریوس میشه سر ادیتش، فلش کنم. داستان بازی از این قراره که ما داخل یک شرکتی به نام شرکت قبول شدیم که کار کنیم. مثلا شرکت در حال اسمشه خراب شدن و دیگه کار نکنه و اینا و ورشکست داره ورشکست میشه تقریبا، که ما یکی از کارکنای اون شرکتی و بعد برش از شرکت های دیگه که داخل سیاره های دیگه و توی سیاره های دیگه هستن بیاریم که اون شرکت ها متروکن در اصل. الان من این دسته رو بکشم بازی استارت میشه، البته از شرکت خودمون بازی استارت میشه. این هم راهنمای بازیه که میتونیم راهنمایی بکنیم. بچه این یه جور نسخه دوم از بازی مورتال کمپانی، نه لتال کمپانی کامپیوتری که الان بچه گیم رو استارت میزنیم. این دفعه هم خدا شکر هشدار بهمون نداد که احتمالش هست شما مثلا صداتون ضعیف بشه داخل گیم یا غیره و این. خب پس بچه الان هم بعد الان 130 رو پیدا کردیم و 3 روز مهلت داریم. یعنی توی این 3 روز باید 130 تا پول جمع کنیم که بتونیم کاری کنیم که شرکتمون بتونه حداقل یه تیکه کار بکنه و کارهای دیگه بعد انجام بدیم. و بچه ها این بازی هیولات داره و تامنیلش هم واسه یوتیوب از مسک که نه مکس میکنم، مسکم برای مسخره بازی گفتم. اما در هر صورت بچه بعضی از جای ویدیو هم احتمالش هست خیلی اصلا حرف نزنم من. بچه اینم احتمالش هست چون که بازی اصلا یه جوریه که یهویی انجام میشه یه کاره. مثلا احتمالش هست مثلا الان که من دارم راه میرم مثلا یه موجودی چیزی بپره دهنم. حالا صداهای مجوری هم احتمالش هست وسط بازی بیاد، اما صدا مال خود بازیه. یعنی این نیست که صدا مال یه هیولایی یا یه چیز دیگه باشه. صداها مال خود بازیه. بچه اینی هم که میبینین یک انسان خودگیر هست که الان هم که ما الان از هیچ طرفی نمیتونیم بریم، حتما بعد از فایر اگزیت بریم یه جایی که بتونیم مثلا وسیله و اینا جمع بکنیم. و بچه ها از نظر من بعد تا قبل ساعت 4:30 توی روز اول حالا نمیان، اما تا قبل ساعت 4:30 باید برگردیم به سفینه و بریم. چون که اگه قبل ساعت 4:30 برگردیم، یعنی بعد ساعت 4:30 برگردیم، احتمالش هست بگیرنمون زیرمون بدن حتی اون بیرون که امنه. امروز اصلا سود نداره. نگاه کنیم همه جا هم تاریکه، هم احتمال این که یک دونه موجود هم این الان بپره تو دهنمون خیلی بیشتر از این حرف و دیگه. بازی هم بچه تک نفرشی که خیلی
ترسناک میشه و چند نفرش که انشالله بعدم با پاس و اینا میریم ترسناک نیست. و این بچه ها فایر اگزیت تقلبیه، چون که فایر اگزیت اصلی اونیه که ازش اومدیم. خب بچه ها یه دونه از اینا. بچه ها وقتی من که دستم خالی میکنم اینجا دست من میشه یعنی چراغ غبار میذاره بالا رو سرم که اون زمان هم میتونیم ببینیم، اما در صورتی که اینطوری نداره. و بچه ها واسه روز اول یه دونه بولت پیدا کردن خیلی چیز بدیه و باید چیزای بیشتری پیدا بکنیم واسه روز اول، اما امروز دیگه شانس نداشتیم و مجبوریم که امروز رو اسکیپش کنیم. پس میم واسه فردا و الان باید دسته رو بکشم تا اینجا ویدیو تموم بشه، یعنی ویدیو تموم بشه که نه باید از اینجا ویدیو رو چیز بشه و حداقل این 3 روز رو تمومش کنیم که ویدیو اون زمان تموم بشه حداقل. پس ویدیو بچه ها تقریبا شاید 20 دقیقه نیم ساعت باشه، اما باید تقریبا میتونم خیلی کمترش بکنم و بریم بچه. این بازی ها تقریبا این بازی ترسناک و اینا تک نفرشون نیتی که ترسناک میتونه باشه و چند نفرشون میتونه خیلی خنده‌دارتر از ترسناک باشه. حالا یه دونه بخره تو دهنم یه چیزی. خب بچه ما تا فعلا یه دونه بولت فقط پیدا کردیم و الان هم یه دونه زوزو پیدا کردیم و یه دونه کاسه. نانی؟ اینجا خیلی بدم میاد بچه ها، پس فعلا نمیتونم برم داخل اونجا و چون که بدم میاد از اونجا و اگه چیز دیگه پیدا کردیم که با ارزش تر از اینا بود دیگه برش میبریم. خب بولت در حال بچه این دوتا جوزو قراره بفروشیم متاسفانه. خب دیگه بریم واسه صحنه فروش رو تموم بشه. بچه با این ست اینجا کردم که بریم کجا میریم مونز و در مونز میریم داخل کمپانی. و بچه از نظر شما دفعه بعدی که اومدیم این گیم انقدر من با رفیقان میام این گیم و نظر شما چیه که مثلا چالش بزنین مثلا داخل کامنت ها و کارهای دیگه بکنین. حالا ما از اول این دسته رو میکشیم و میریم گوگل پلی و اینا دانلودش بکنیم. و بچه من هنوز یه روزم مونده، پس این یه روزم میذاریم واسه بقیه یعنی با رفیقامون پلی میدونیم یه روزم. بریم سراغ تمام کردن ویدیو. پس این خب بچه ها اگه میخواین عضو ما بشید حتما کانال ما رو ساب کنید که انگشتم طرفشه. و اگه میخواید برامون یه نظر بدید و بگید که مثلا ویدیوی بعدی رو چی کارش کنیم و چطوری بسازیمش و مثلا از چه بازی باشه که حتما بالای گوشی بخونه داخل کامنت ها بگید. و اگه میخواید بچه به اون دقت نکنید و بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگه میخواید عضو کانال ساب کنید و کامنت هم بذارید اگه میخواید بیاید و برای ما کامنت بذارید و بگید ویدیوی بعدی چطوری باشه. آره اینطوری بهتره، خیلی بهتره. بچه اینا هم واسه دفعه بعدی نگه میداریم و تا دفعه بعدی بچه خدا نگهدار. حساب پلی ریست هم داره این بازی دلتون بخواد. نه بچه ها میتونیم لوکسنتیویتی رو ببریم بالا، قسمت ویدیو FPS رو ببریم بالا و اینا انجام بدیم. اصلا بازی افکتاش میره و شخماتیک میشه بازی
و اینم کلا بازی رو خیلی مسخره تر میکنه. پس اینو بذاریم تقریبا میتونیم یه سوال بیشتری رو به لتال کمپانی داشته باشیم. و بچه ها ما چیزای بیشتری میخوایم. و بچه ها تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. اسم بازی هم می نویسم براتون آخر ویدیو و اینجا هم می نویسمش، عکسش هم نشون میدم بهتون. تا ویدیو بعدی خدا